نامزدهای حزب‌های سیاسی تاجیکستان در انتخابات پارلمانی دوم مارس امسال برای ساکنان وعده‌های زیاد می‌دهند. یک پژوهش رادیو آزادی معین کرد که بیشتر این نامزدها وعده‌هایی را می‌دهند که حکومت تاجیکستان داده است. از جمله می‌گویند مشکل مهاجرت حل و کشور را به استقلال انرژتیکی می‌رسانند. نامزد حزب اصلاحات اقتصادی به وکیل مجلس نمایندگان کشور یکی از بندهای برنامه حزب را گوناگون سازی سمت‌های مهاجرت کاری شهروندان نامید. باید یکم دیورسیفیکاسی مهاجرت تامین کرده شد، نه فقط به روسیه قزاقستان بلکه به اروپا، دولت‌های عرب و دیگه که در اونجا حاضر رشد اقتصادیات آنها خیلی صورتی کلان دارد و طلبات به جایهای کاری به مهاجرت خیلی بلند است. در اینجا ما باید از تجربه پیش بینی کرده شده است که تجربه سنگاپور که این روند متشکلانه با نظر داشتی آماده کسبی مهاجران وابسته به طلبات همون بازار باید تشکیل کرده شود. داوطلب کرسی وکیل مجلس نمایندگان از حزب دموکرات در برآمد تلویزیونیش وعده داده است که در صورت پیروزی مردم را با برق دائمی تامین خواهند کرد. هدف‌های فعالیت من به سمت‌های زیرین نگرانیده می‌شود. پس کردن سطح کمبزاعتی اهالی، استحصال مال‌های در بازار، به رقابت تاب‌آور و کارکرد صنعتی اشیاء خام داخلی، تأمین استقلالیت انرژتیکی مملکت، تأمین رهایی کشور از بنبست کمیونیکاسیونی. در عرصه انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی در تاجیکستان وعده‌های نامزدها و وکیلان آینده بحث برانگیز می‌شود و نه همه به اجرایی شدن آنها باور می‌کنند. تا حال من در یگام جا ندیدم که دپوتات انتخاب شده باشد که توانسته باشد از روی قانون یعنی تأثیر گذارد بالای این اون مسئله هایی که مسئله اجتماعی که در نزد مردم هست. برخی از ساکنان در یک صحبت سریراهی نیز روز 28 فوریه گفتند به اجرا شدن وعده‌های نامزدها چندان باور ندارند. در مسئله مهاجرت من خیال دارم. اون برنامه وضع کردند و باید آل خودش یاد بود و طبقه خیلی نمیشد. این مردم ما در تاجیکستان خود میداند کار پاچ نیست. در این میان آنهای نیز هستند که میگویند وعده ها باید اجرا شوند. آخه چی بگم؟ یا خیلیش میکند یا خیلیش کم کم درستش میکند. همین وعدات میتیانو میروند همین کتی. این همین موده یک تا главный врач ай طرفی مو اومد وعده بسیار دادو اکنون نمیدونم میکنن نمیکنن ایشان نفهمیدن نمیشه. در انتخابات دوم مارس برای 63 کرسی پارلمان 68 نامزد از حوزه یگانه عمومی جمهوریوی و 152 نامزد از حوزه های یک مندتی مبارزه میبرند. بیشتر این کرسی ها در حال حاضر در اختیار حزب حاکم خلقی دموکراتی با رهبری امامعلی رحمان قرار دارند. انتظار می رود این وضع تغییر نخواهد کرد.